السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و هموطنان گرامی. پیش از همه خداوند قادر یکتا خوب به همتا را شکرانه میگم برای تمام نعمتاش، از اون جمله برای بهترین، بالاترین و خوبترین نعمت پروردگار ایمان است. رب العالمین شکرانه خاص میگم و انشالله امید دارم از الله تعالی، از الله یگانه، از الله خالق و به همتا که با فضل کرم خودش از دنیا به ایمان رفتن نصیبان میگردانده باشد. اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. صدق الله العظیم. در قرآن پاک، در کتاب مقدس، در کتاب عظیم الشأن الله تعالی که به حبیبش حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آخرین پیغمبر نازل فرمود که در این آیت ما خواندیم در پاره 15 یا جز 15 میگن سوره اسراء آیت 81. بعضی قرآن ها شاید 82 آیت باشه. آیت 82 الله یگانه، این خالق جانانه چنین میفرماید و در زمان پیامبر به پیامبر این آیت نازل کرد که تو به دشمنای قرآن و به پیروای قرآن هم بفهمون. الله میفرماید در این آیت که ما قرآن نازل نکردیم مگر این شفای برای مؤمنان و همچنین رحمت است برای مؤمنان و ضرر است، زیان است برای ظالما و کافرا، یا که به طریق دیگرش بگیم جز بدی، ضرر، خسار به کافران نیست. قرآن ببینید شفا، الله تعالی دو تا نعمت ذکر میکنه در این آیت. میگه قرآن ما نازل کردیم برای مؤمنان، هم شفا هم رحمت. شفا علمان دین در عقیده میگن، مثلا زیاد آدمایی هستن که در هم وقتشان بدن گمراهن از نگاه عقیده، اعتقاد به حیوانات دارن، به آسمان و به باد و هوا و مخلوقای بگیم ضعیف بیچاره دارن، اعتقاد دارن یا از اونها چیزی طلب میکنن. الله میگه که قرآن شفا ده، انما عقیدت. از آن جمله یک تشمن، یکی از گمراه ترین بنده های پروردگار من بودم. من نمی خودم صحبت کردم، من بودم. برکت این همه قرآن، همه شفایی که پروردگار میگه، واقعا من در عقیده بسیار جزیر بودم، بسیار گمراه بودم. اما برکت قرآن، درس ها و تعلیمات قرآن، فهماندهی قرآن مرا الحمدلله، بازم الحمدلله که بیدار کرد، اشار کرد، آدم کرد و مسلمان کرد. شفا در عقیده و در عمل رحمت است. وقتی که به قرآن گوش میکنی، عمل میکنی، گپای خدا را میگیری، الله تعالی برای تو رحمت، برکت روی میکنه. در زندگیت برکت نازل میکنه، در حیات، در کارت. ببینید بسیاری بنده های پروردگار زندگیشون برکت داره، حتی عزت دارن، احترام خاص دارن از این همه قرآن، به خاطر این همه قرآن. اما دشمنان قرآن، دشمنان رسول خدا، دشمنان پروردگار از این فایده نمیگیرن، برعکس بدبینی نسبت به قرآن دارن. این به قرآن خود خدا گفته است که ضررشان داره. این را بخشون یک درد سر دیده استند، این را بخشون یک بلا و یک دشمن دیده استند. هفته گذشته بسیار حادثه های ناخوش، حادثه های دلخراش، تکان دهنده رخ داد در چند کشور جهان و از اون جمله کشور سوئیسیا یا سوئیدش میگن،
باز هم اجازت قرآن سوزاندن نداد. قرآن سوزی را به همون یک شهروند عراق، همون را یک بازیچه، یک لفتک کوکلواری استفادهش برده استند. اجازه گرفت و پلیس هم اجازتش داد که باز هم قرآن برا در نزد حتی ایداف در نزد پارلمان سوئید برا قرآن بسوزان. قرآن این سرقانون سوئید نیست و شویتس هیچ رب نداره قرآن. چرا قرآن میسوزانی؟ اگر او قدر دوست میدارین کتابی خطانه بسوزانین، کتاب های مقدس دارین یا سرقانوناتونه بتینش بسوزانه کیف کنین. این به شرف، به ایمان و مرتد از نفری که من معلومات ندارم که این اصلش مسلمان هست یا نیست، اما زاده عراق است. اگر مسلمان باشد چون این نفر مرتد است. از دین رو گرداندن، از دین بگیم چشم پوشیدن، از دین دست کشیدن، این نفر در اسلام مرتد میگن و حکم مرتد قتل است. دیگه یگان راه دیگه نداره، هیچ بخشش هم نداره. و این نفر زاده عراق است، این بدبخت ملعون و قرآن بار دیگر سوزاند. خیلی فهمیدین یک قرآن هدایت برای تمام انسان ها، شفا برای تمام انسان ها، از دیگر جهتش بگم، از جهت سلامتی ها که تیبش بگم، فایده برای تمام انسان ها، برای تمام قشرهای جامعه، او زنای مرد سیاه سفید بوی کمبغل. و بازم نقطه مهمش همین است که این تحقیر، این پسزنی، این توهین، این ناحرمتی و پایمال کردن حقوق 2 میلیارد انسان های روی زمین، این گناه نابخشیدنی است. این جنایتی بسیار کلان است. جنایتی بسیار کلان است. این را باید سر راهش بگیرن. اما برعکس یک کار عادی واری دارن انجامش داده استند. این خطرش نفهمیده استند یا شاید میگن که با علاوه بازی دارن، فریده سایشون که خشم مسلمان ها را، غضب مسلمان ها را بدور کنن، اونها به هر کار دیگه دست بزنن، بعد یا از این طرف بگن دیدن تروریست را. اما در اصل تروریست نیست. نفری که از قرآن به هر شکل دفاع میکنه او تروریست نیست. زیرا قرآن پاک یک کتاب الله هست، برای هر یک مسلمان این مقدس است و مسلمان حتما و هر راهی نباشد باید دفاع کنه، و هر راهی نباشد. در هندوستان ببینید یک حادثه ناخوش دیگر دیدیم رخ داد. پلیس یا همون ملیسا در قطار پاییزش میگیم 3 مسلمان هم میکشه. الان در هندوستان اعتراضهای سرتاسری رخ داده است. صدها هزار نفر به میدان برآمدن. حتی یک ملای جماعت میگیم یا که ملای مسجد چون هم کشتن. در هندوستان تعداد مسلمان ها کمتر است. اهالی هندوستان دیدین یا شنیدین که از خطای هم گذشت. قریب 2 میلیارد دارن اهالیشون یا زیادتر باشه. مسلمان ها رو بد میبینن در هندوستان. برای چی؟ برای که مسلمان یک بگیم با نگاه هندوها یک گناه میکنه یا یک خطای بزرگ میکنه، گاو حرمت نمیکنه، برعکس گوشت گاو میخوره. گاو در اسلام کشتنش حلال، خوردن گوشت گاو حلاله. هندوها را این چیزا نمیفوره، زیرا هندوها در هندوستان که پرستش زیاد است، بسیار چیزا رو نمیپرستن، اما گاو این مقدس ترین بگیم چیشون به حساب میروه، مقدس ترین همون خدا میگن یا که همون بزرگوارشون به حساب میروه. گاو دیده این شما دیگر نیاز به گفتن هم نیست. اما در اسلام چیز اجازت کشتن گاو، گوشت گاو خوردن اجازت. در همین قرآن سوره فاتحه یکم شروع شوی قرآن سوره فاتحه، بعد از او من نشون میدم، البته هم شما قریب میدونید سوره فاتحه، بعد از سوره فاتحه سوره بقره
این همینجا سر می شود 285 آیت اگر خطا نکنم. دوونیم پاره های یا دوونیم جز میگن. سوره بقره یعنی گو، نام سوره گو های. شما میفهمین چی معنی داره سوره گو؟ و از اون جمله در همین سوره پروردگار با کشتن گو امر میده. یا گو میگه بکشین. در زمان حضرت موسی علیه السلام گوه یک تعداد میپرستیدند. غیر از اویی که سومیری با یک گوساله را ایتیلو ساز کرد و مردم با او دعوت کرد که بیاین خدای شما، غیر از او گوه میپرستیدند. برای همین پروردگار امر کرد که گوه بکشین. وقتی گوه کشتی این تحقیر میشه و این پسزنی میشه و ذلیل بدن این همون چیز حساب میخوره. میفهمیم؟ برای همون گوه یعنی مقدس نشمرین. پروردگار برای همون امر میکنه که گوه بکشین. در همین سوره بقره برای همون نازل شدگی است. قصه درازه که بعد گوه فربه باشه، خراب باشه، چه خیلی رنگ باشه، از چی شکل است، چی قبیله باشه، اوش دیگر جداگانه گپه. اما هدف از کشتن فقط یک چیز است که ذلیل شمردن، حقیر شمردن، پس شمردن گو. یعنی خدا نیست گو. ما یک تا خالق داریم، یک تا خدا داریم، یک تا پروردگار داریم و هم الله های. این همه انسانی روی دنیا داخل داره. هر کسی هر چیزی را میپرسته، اگرچه او شاید حقش میدونه، توغری و راستش میدونه، در حقیقت او گمراه های. یک تا الله های، آفریدگار یک تا های. زمین و آسمان یک نفر آفرید، یک ذات آفریدگی های. تمام مخلوق های زیر زمینی، بالای زمینی، آسمان ها، حتی او دنیا که ما باور داریم بهشت دوزخ در پیش است، فقط یک ذات، او هم الله یکتا، واحد، احد، صمد، لم یلد و لم یولد است. او به هیچ کس احتیاج نداره، نه او زایده شده است، نه کسی او را زایده است. یعنی پدر مادر نداره، فرزند نداره. انا هندوستان دا بعد میبینن مسلمان ها را. یکی از سبباش نمین بازم میگم که گوه اونا بسیار مقدس میدونن. ساعت ها اگر در سر راهشون باشه منتظر میشن، اما گوه نمیگم خیلی راه، اما در ماه میدونن شلنگ آهن چوه میزنش خیلی سری را میگه یک شاید بده خونه بره. یا در هندوستان اگر ببینن با فیلم که همه قدر بد میبینن ما را که یا ربی گوه به حرمتی یا یکی به ادبی کردیسن نسبت به گوه. انهی بود یک مصیبت بزرگ است که پروردگار ما را اجازت میده گوه کشتن، گوشت خوردن، اما بنده های خدا نمیگذارن و سببش باز همین که همین گوه باشه که مسلمان را عذاب داده استند. یک وقت در میانمار بدی شکنجه، فشار، جنگ و جدال علیه مسلمان ها. حتی در همین پاکستان هم ایش هم یک خبر بسیار ناگوار، ناراحت کننده، یک خبر بسیار تکان دهنده که در پاکستان جلسه علمای اسلامی بود. شاید به خاطر همین قرآن سوزی بود، شاید یک ترکیش رخ میده. کدام به ایمان بدبخت یک خدا زده میخچه میترکنه 40 نفر، 40 تا علیم، ملا، دانشمند، مولوی باشن شاید از دنیا میگذرن. 40 نفر با خبرهایی که نشر کردن، شاید زیاد بود. 200 نفر مجروح میشوند، جراحت میوردارن. اینجا خطای هم حکومت پاکستان است، هم خطای اون علما. یک جلسه وقتی میکنن، یک نشست میکنن، باید که امنیت او منطقه، امنیت او زلای طالو را باید یا به نظر بگیرن. هم حکومت هم همون علما. یک خطایشون همین بود که فکر میکنم از این بعد اصلاح میکنن امنیتشون، هم حکومت هم ملاها نگاه میکنن. اما به هر حال هر جایی که چنین نشست‌های مهم میشه و ببینین یک رئیس شهر یا که یک رئیس ولایت یا که مینیستر باشه و پرزیدنت یک جا میروه، میبینین چند تا نگهبان از گرد اطراف شهر همون ناحیه را خیلی رو میکنن که یگون نفر بیگانه نباشه، یگون نفر نزدیک نه. یا از یک جهت خوب است،
همون ملاها صدقهشون بشه گفت همون پیامبر هم قدر ساده هم که فقط الله با فکر میگنن میرن برای علو و آتش یا که اهمیت نمیتن امنیت شونه. خب به هر حال خدا رحمت و مغفرت کنه. در اینجا یک صحبت تلفنی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان با وزیر کارهای خارجی شویتسیا بود. نشان بگیم در صحبت تلفنیشون ببینین دعوت از او طرف بود. با دعوت درخواست شویتسیا صحبت تلفنی انجام شد با وزیر کارهای خارجی تاجیکستان اسلو سیروجدین. این همین نفر، این همون صحیفه هم ببینین. دیدین در اینجا ذکر نشید که درباره چی گپ زدن. وقتی با یک نفر این صحبتی رسمی ای، این چقچقی دو نفر نیسته که او پنهان باشه یا که نشر نکنه، این صحبتی رسمی ای باید درباره چی صحبت کردن اونجا ذکر شود. در اینجا تنها نوشته گیان که دو نفر صحبت تلفنی انجام دادن با درخواست او طرف. خب درباره چی گپ زدن؟ درباره چی گپ زدن ما باید بدونیم که ما شهروندان تاجیکستان برای ما باید معلومات میدادن، ندادن. از نگاه ما درباره چی گپ زدن؟ از نگاه ما همون آوازه شد که گویا تاجیکستان محکوم کرد که قرآن سوزی را. ما فکر میکنم از اون طرف زنگ گفت چی گپه؟ شما هم خیلی کار کردین. از این طرف گفتن نه آخه با هم دفعه گفتم که این از صحیفه ما خالیه، ما در این باره گپ نزدیم. اما پادشاه شویتس ما را بزنه که نان و نمکتون کور ممکنه که ما نگفتیم که این از صحیفه رسمی ما خالیه، ما هم عقیده شماییم، ما قطعی شماییم، ما با شما صادق میمونیم. این از صحیفه ما میبینن در صحیفهشون چنین نیست. میگه اون گروه ها یا اون رسانه ها اغوا میاندازن. از پیش خودشون گفتم. زیرا در اینجا بازم میگم که هیچی ذکر شدگی نیست درباره چی گپ زدن. ببینین یک بار یک آوازه هم شیدک، شاید حقیقت هم داشت که حاجی امام بعد از سفرش از مکه به شویتسیا برای دمگیری رفت. سالانه هم میره و او چندین بار شد، هر سال میره دمگیری و این دفعه شاید هواپیمای نو گرفته با 90 میلیون دلار. بازم فوریدش که یک بار برام اونجا 10 روز دم بگیرم. اگر که یا محکوم میکردن اونجا میدونی اونجا راه نمیدادن، در شویتسیا راهش نمیدادن. میگفتن تو هیچ خیلی گپه. وقتی گفتم که وزارت خارجه هم محکوم کنه، اینجا روزگی امالی هم هست، گویا امالی محکومش کرده است. اما چند وزیر خارجه دیگر کشورها خواندیم دیدیم که با وزیر خارجه شویتسیا صحبت کردن تلفنی، از او طلب کردن، خواهش نه طلب کردن که سبب قرآن سوزی را برای ما بگو. شما میدونید که خواهش از طلب از زمین تا آسمان فرق میکنه. طلب آدمی میکنه که او بی‌نیازه یا از خودش باور داره و قدرت داره. کشورهای اسلامی را در نظر دارم. وزیر خارجهش با او وزیر خارجه شویتسیا صحبت تلفنی کردن، از او طلب کردن که سبب قرآن سوزی را برای ما شرح بده، بگو برای ما که چی با ما سوزانین قرآن، چی درد دارین، چی مقصد دارین، چی خواهش دارین، چی میخواهین. واقعا باید که بگن آخه برای چی میسوزانین، برای ما بگن آخه که کی را شما در نظر دارین، چی میخواهین. اگر بخواهین که با واسطه قرآن سوزی مسلمانان را از اسلام بگردونین که نمیتونین، بخواهین که مسلمانان را پس بزنین بازم نمیتونین. میلیون ها قرآن در دنیا، شما یک تعداد اگر 1000 تشکی علاوه بزنین قرآن گم نمیشود، قرآن آب روش از بین نمیرود، محبتش با بیشتر در قلب مسلمان، دل مسلمان جا میگیره. شاید که با هزارها نفری از اسلام بیگانه، از اسلام دور، یعنی غیر مسلمان با بیان قرآن محبوب دل خودشون قرار بدن مسلمان شود. این است یک حادثه های بسیار ناخوش، حادثه های بسیار دلخراش که مسلمان ها واقعا در اسرائیل هم اگر روزانه دیگر وجود کشتن دیگر حد کنار حساب نداره، دیگر فراموش کردن جامعه جهان طرف هم از طرف اسرائیل
حکومتش مسلمانایی که میخوان در مسجد الاقصی نماز بخونن اونا را میزنن، میپرونن، مانع میشون. حق ندارن. ما محکوم میکنیم حکومت اسرائیل. من شخصا شدیدا محکوم میکنیم که شما حق ندارین با مسجد الاقصی قبله اولین مسلمانان نزدیک بشین، چی برسه که شما سایرای مسلمانان را میگیرین یا اونا را میزنین و میکشین. همین چون این مسلمان ها در روی دنیا بسیار خار زار تحت فشار، از اون جمله در تاجیکستان تحت فشار قرار دارد. این را خاطررسان کنیم که امام علی رحمان به ترکمنستان رفته بود و ترکمنستان 4 اوگوست رفت وقتی همین لسیدن شد با صحیفه رسمی امام علی رحمان این عیب شرم حتی نوارش دیدم شما بینید، نوارش از صحیفه رسمیش پرتفته 138 نفر تماشاش کرده. ایزا میکشم اما تبلیغ دارم، دعوت دارم که ای مخلصا هوادارا بلچکای امام علی رحمان که نوار همین را تماشا کنین. آخی نوار میپرتوه 1 ساعت نیست که شما وقت نداشته باشین، 3 دقیقه 4 دقیقه تماشا کنین. آخه این نوارش اقلا 20,000 بشه که ما بدونیم که طرفدارای امام علی رحمان 20,000 یا 30,000 هستن. نخو که 138 نفر شاید همین نبیراش تماشاش کردن اون نوارات تنها. و ترکمنستان می رود صحیفه رسمی امام علی رحمان تعریف میکنه که به خاطر مهمان عالی قدر، مهمان بسیار با قدر عالی مقام، از دو طرف سربازای فخری و قالین مخصوص به خاطر امام علی و همچنین شخصاری بالا مقام و بالا مرتبه حکومت ترکمنستان امام علی رحمان پیشواز گرفتن، در حالی که همش دروغه. ما برای شما با صورت حتی نوارش هم هست، فکر میکنم احتیاج نداره به نوارش ماندن، میخوام نشان بدم که همین قالین پرتافتن دیده اینکه در بسیار کشورها هست. این شخصا خیلی اصحاب اینا برای امام علی رحمان پرتافته شدنش گپ نیست، دروغه. و غیر از این سربازای فخری در هر کشور از تاجیکستان هم هست که هر یک مهمانی که از بیرون میاد، چه سروزیر باشه پرزیدنت باشه، سربازای مخصوص در هر یک کشور به خاطر پیشواز گرفتن چنین مهمان خارجی هست. و قالین هم همچنین. تنها ایجاد یک دخترچه یک پسرچه اومد که در هر کشوری چیز نیست، تنها در کشورهای که مردمش پرزیدنتش بسیار با دوست میداره که از حد زیاد در همون کشورهای اومدن یک دسترخوان دادن، نان پیش آوردن، یک دخترچه یک پسرچه اینا نوارش یا که چی شب ببینید صورتچه نوارش در صحیفه‌اش بدونیم ببینید یک کمی تماشابینش زیاد چه با رکلام هم مونده ایران بگو صحیفه رسمی پرزیدنت رکلام هم مونده که سوم جمع شده آخه تماشا نمیکنن هیچ کار بگی رکلام تا عیب بدونه شرم بدونه. یک دخترچه یک پسرچه نان آوردنش کلغه و نان چشید و گفتیم که یا شاید سفیر تاجیکستان در همون ترکمنستان پیشوازش گرفت یا شاید که رئیس کدام محلش، زیرا پرزیدنت نیومد، پرزیدنت ترکمنستان بچه پیشواش نیومد، سروزیر خودی همون قربانگل بیراد محمد اون نیومد، یکون وزیرش هم نبود، همون سفیر تاجیکستان اومد پیشوازش گرفت. در اینجا رکلامش دارن توی تماشا دارن که تمام مقامات بلندپایه حکومت ترکمنستان اومدن پیشوازش گرفتن. این دروغ ببینید. این چیز هم بگم که در این سفرشون پرزیدنت ازبکستان هم بود. پرزیدنت ازبکستان رو ببینید شفقت میرزایف اومد چنانی که همین را پیشواز گرفتن همون را همین چیز این همین صورت را ببینید. برای اون هم همون یک دختر یک پسر آورد نام گل داد، همون سربازای فخری همون قالین پرتافتنی تمام همون نمود. اینا یک نمود تعریف میکنن که آخه شرم نمیکنن دروغ گفته است. یعنی ما دیده استیم که خودش تا قدر هم یک قالین اومده است، یک کلغه است یا یک خوب بگم یا یک بوتی صنعی یا صنعی انسان دیدی اومده است، آدم واری اومده است. این را باید من خاطررسان بکنم برای شما هموطنان که ماه اپریل باید که بچه همی ترکمن باشه
پرزیدنت ناو یک جوانی به تجربه البته و تاجیکستان باید می اومد که ماماش مرد، ماماش از دنیا رفت، ماتم ملی اعلام کردن در ترکمنستان، سفرش کمی دیر شد و تأخیر افتاد و در 10 می 2023 تاجیکستان اومد. اینا ببینید صورت دارم. با دوشنبه اومد در فرودگاه کی پیشوازش گرفت؟ سروزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده. شما میفهمین؟ رئیس وزیرا، راهبر کلان وزیرای تاجیکستان قاهر رسولزاده پیشوازی گرفت. ببینید قالی ندیدین؟ دخترها را دیدین؟ صدها دختر چه پیشوازش گرفتن؟ در جواب چونین پیشواز نگرفتن متهم امامعلی رحمانه. اگر او خیلی پیشوازش میگرفتین شما دیگر گپ با هیچ کس نمیدادین. از مورچه ها میگن که فیلم ساختین. دیدین در فرودگاه دوشنبه هزارها دختر اومد یک بیگانه را پیشواز گرفتن. اما در ترکمنستان چونی نبود. یک کودکی بچه، یک کودکی دیگر دختر، دو کس آوردن یک دسترخوان نان دادنش، تمام همین قدر قطعی رسچا چید، در حالی که چونی نباید باشد. هر کسی را چه خیلی پیشواز گرفتن او در جواب باید همون خیلی پیشواز بگیره. اما این کلغوس ای بگیم به شرم، به حیا و به قدر، به ابرو را میشناسن، میدونن، چونین پیشوازش نگرفتن. یک بیچاره حال با بعضی وقت میبینی دلت میسوزه به همین، یعنی پسندش نمیکنن که در دیگر کشورها اقلا تری کمی چیش نمیکنن، دستگیری میگن یا که دل برداره، دل تیش نمیکنن که با خیلی گپ نیاویم بزنیم ما. خلاصه تا تاجیکستان دا مجبور آبرو داره، بازوری ترا دوست میدارن، مجبوری ترا پیشواز میگیرن. تا همین تاجیکستان نمونه، همین تاجیکستان بشه ایجا نره، ایجا ترا اومدن تا منتظر نیستن، انتظار و استقبال تا خوش ندارن. صحبت ما درباره قرآنسوزی بود که واقعا این دردی است که نمیگذاره، نمیتونیم چشمون پوشیم. اگرچه در گذشته گفتیم که الله تعالی اونو را لعنت کرده است، جوابشون داد است و با قرآنسوزی اونو نمیتونن سایر قرآن را بگیرن، سایر مسلمانی را بگیرن، سایر دین را بگیرن، را نمیتونن. اما خودمون نمیتونیم خاموش ایستاده، بی‌طرف ایستاده نه، به خود ما آر میدونم، گناه میدونم. و دویم صحبتی کردیم درباره مسلمان های جهان. پروردگار مسلمان های روی دنیا را ظفر، پیروزی، نصرت و آزادی را نصیبشان بگردانه که از آن جمله تاجیکستان که در زیر چنگ دشمن قرار دارند، در زیر فشار، تحقیر، یک عملهای زشت دشمن قرار دارند. از آن جمله در تاجیکستان در زندان ها باور دارم که در زیر یک عذاب و شکنجه قرار دارند. الله تعالی هر چه زودتر زندانی ها را آزاد بگردانه، از آن جمله زندانی های بیگناه شد. در تمام دنیا هر جایی که مسلمانی که در زندان ها بیگناه خداوند هر چه زودتر آزادشون کنه. و سیم درباره صحبت کردیم حکومت تاجیکستان، چه از وزارت کارهای خارجیش و چه از خود رحمانوف که نتونستن محکوم کرده قرآنسوزی را، برعکس از اونها بخشش پرسیدن و خودشون بیگناه به عیب نشان دادن. و سفری گفتیم که رحمانوف هم سفری پر از بگیم شرمندگی، پر از تحقیر، پر از بی‌حیایی و بی‌شرمی و بی‌ارزشی بود. این به صحبت من دوستای عزیز، هموطنان عزیز، درباره موضوعی که به شما گفتیم. انشالله از الله تعالی، از خداوند قادر یکتا می‌داریم که هر چه زودتر تاجیکستان از دست ظالما نجات بده و ما و شما را در وطنمون آزادانه زندگی کردن، زندگی فراح و آسایش‌تر را نصیبمون بگردونه. آمین و رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.